بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام آقای ستاره‌دان، آقای دکتر ستاره‌دان، برادر خوبم، برادر با دانشم، برادر با ایمانم، برادر مهربانم. آقای ستاره‌دان، نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. وقتی دکتر به من گفت یائسه شدی، حال بدی داشتم. نمیدونم چطوری، با چه توانی، چطوری پله ها رو اومدم پایین، تو خیابون گریه میکردم. حالم بد بود انقدر که تحمل هیچ چیزی رو نداشتم. متوجه اطرافم نبودم. فقط به دوستم زنگ زدم و ازش خواستم کمکم کنه. من حتی دیگه یارای یک قدم برداشتن هم نداشتم. خیلی حال بدی بود. آی دکتر، من نمیدونم چطور شد با کانال شما آشنا شدم، ولی باهاتون تماس گرفتم و تو اوج تاریکی آنچه میدیدم نور بود. تو اوج ناامیدی آنچه میشنیدم امید بود و یقین به خداوند و باور. و کسی که چیز رو میگفت که دیگران نمیگفتن، چیز رو باور داشت که دیگران نداشتن، دانشی داشت که دیگران نداشتن. من درمانم شروع کردم، 2 تا دوره پاکسازی، یه دوره پاکسازی بعد دوباره تجدید شد. بعد از اون خب درمان دیگه‌مو شروع کردم و خب من تونستم دوباره پریود بشم. FSHم اومده بود پایین. چی بگم آقای دکتر، چی بگم؟ وقتی دکتر این خبر رو به من دادن که تو دیگه نمیتونی و یائسه شدی، نمیتونی پریود بشی، من به شما خانم دکتر هیچ راهی نداره که برگرده. من نمیخوام این اتفاق برای من بیفته. بعد خانم دکتر برگشت به من گفت که نه، هیچ راهی نداره. ممنونم، ممنونم سید. مرسی ازتون. مرسی آقای دکتر. متشکرم.